حضرت معصومه معروف هست به کریمه اهل بیت. کریم از صفات خداست، از صفات رسول خداست. انه لقول رسول کریم. کرامت از صفات قرآن فی صحف مکرمه. کریم به کسی میگن که دائما از او خیر فوران میکنه، هیچ بدی و شری در زندگیش نیست. کریم کسیه که گذشت داره. کریم کسیه که زود پاسخ درخواست ها رو میده. به این معنا که کسانی که به ایشون رو میآورند نتیجه میگیرند، از برکات ایشون بهره مند میشند، همه وجودشون خیر هست. شما ببینید چقدر از کنار این حرم افراد تحول درشون پیدا شده، چه بزرگانی کنار این حرم سازندگی پیدا کردند. به یک معنا اصل انقلاب اسلامی مدیون امام و علما و حوزه های علمی است که شکلگیری اینها به برکت حضور حضرت معصومه در شهر قم بود.